میدونم که خیلیاتون دلتون میخواد یه گل کاور یاد بگیرید. اینم یکی از آسون ترین گل کاورایی که میتونم بهتون یاد بدم. تا آخر ویدیو با من باش تا یادش بگیرید. یکی از نکات مهمی که برای گل کاور باید حتما انجام بدیم اینه که بادکنک 12 اینچمون رو یکی دو بار باد میکنیم و بادش رو خالی میکنیم برای اینکه هم مطمئن بشیم که سالمه و هم یه مقداری کشسانی بادکنکمون رو بالا ببریم. تا جایی که جا داره بادش میکنیم و بعد خالیش میکنیم. من برای این مدلی که دارم گل کاور میزنم این مقدار از بادکنک رو اندازه میزنم. از این خط کف دستم انتهای بادکنک رو میذارم اینجا و تا نوک انگشتم بادکنک رو اندازه میزنم و تا میکنم. تقریبا میشه 2/3 بادکنک، یعنی 1/3 بیرون میمونه. این 2/3 بادکنک رو داخل بادکنک 12 اینچمون میذارم و بادکنک 12 اینچ رو باد میکنم اینجوری. چیزی که توی گل کاور زدن خیلی مهمه رعایت کردن اندازه هاست. وقتی که 12 اینچم باد شد شروع میکنم باد کردن ماریمو انقدری باد میکنم که حسابی وقتی که با دست لمسش میکنم محکم شده باشه. ماریمون اصلا نباید شل باشه، چون اگر شل باشه داخل بادکنک 12 اینچ تا میشه. با دست امتحانش میکنم ببینم به اندازه کافی سفت هست یا نه. اگر به اندازه کافی سفت بود که خیلی هم خوب، اگر نبود دوباره بادش میکنم. الان مال من اوکیه. قسمت واشری ماری رو اینجوری میگیرم لای 2 تا انگشتم و انتهای بادکنک ماری رو تا جایی که میشه ضربه‌ای میکشمش بیرون. بعد شروع میکنم ماری رو این داخل گره زدن. یه مقداری باد 12 اینچمو کم میکنم که اندازه ماریم بشه که ماریمو حس بکنم. الان میبینید ماری من اینجا توی این قسمت. نباید اجازه بدید که ماریتون مسیر بگیره، گرد. انتهای ماری من اینجاست و انتهای 12 اینچم اینجا. آروم آروم باد 12 اینچ رو خالی میکنم و هی چک میکنم که 12 اینچم که ماریم مسیر نداشته باشه. همینجوری هی چک میکنم که صاف باشه و آروم آروم باد 12 اینچم رو خالی میکنم. یه مقداری اینجوری هم از بالا و پایین بهش فشار میارم که گرد خالی بشه. ببینید بادکنک من داره مسیر میگیره. نباید بذارم بادکنک هم مسیر داشته باشه. به 3 تا گلبرگ احتیاج داریم. وقتی که 3 تاشون رو آماده کردیم اینا رو اینجا به هم دیگه گره میزنیم. سومی رو به این 2 تای قبلی گره میزنیم. اینجوری. حالا برای ساقه یه دونه ماری سبز باد میکنیم. تقریبا به کل مقدار بادکنک احتیاج داریم. یه کوچولو جا میذاریم برای اینکه بتونیم
باهاش کار بکنیم. از انتهای بادکنک ماری سبزمون 3 تا مرواریدی جدا میکنیم و روی خودشون میپیچیمشون. اینجوری. حالا این مرواریدی ها رو که درست کردیم از بین گلبرگامون ردش میکنیم. بعد میریم سراغ برگ گلمون با یه دونه بادکنک 6 اینچ. 6 اینچمون رو باد میکنیم. خالیش میکنیم. بعد از اینکه بادکنک 6 اینچمون رو 1-2 بار باد کردیم و خالی کردیم، حالا تقریبا به اندازه 2.5 بند انگشت من بادکنکم رو تا میکنم و داخل بادکنک 6 اینچ هم قرار میده. بادکنک 6 اینچ هم رو باد میکنم. و بعد شروع میکنم به باد کردن ماری داخلش. و دوباره مثل گلبرگامون ماری رو میکشم بیرون و این داخل گرش میزنم. اضافه ماری رو میبرم و گلبرگم رو به هر شکلی که دلم میخواد شکلش میدم. اینجوری. حالا کافیه که از این وسط ساقه یه دونه پیچ بگیریم، یه مرواریدی و این مرواریدی رو روی خودش بپیچیم. و برگی رو که ساختیم به این قسمت اضافه کنیم. به همین راحتی گل لاله واژگونمون آماده است.